کارهای آبادانی و سازندگی در جماعت دهات نوآباد دهه چرتک شهر ترسونزاده متشکلانه ادامه دارد. با مقصد سزاوار جشن گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، چون امروزه ساکنان این گوشه خاک وطن با سروری وکیلان محلی، رئیسان محله به حشرهای دست جمعانه برآمده جایهای نوآباد دهه را آباد کرده ایستادند. چنین یک حشر دست جمعانه در آرامگاه دهه چرتک روی کار آمد. شماره زیادی مردم اطراف قبرها را تازه کرده، دیوارهای درآمدگاه آرامگاه را رنگ کردند. خیلی که به همگان معلوم است تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 900 روز آبادانی با قرار حکومت شهر اعلام کرده شده است. از این لحاظ در اساس نقشه کاری جماعت نوآباد یک چند کارها به ذمه ساکنان دهه چرتک سپارش داده شده است. از آن جمله یکم تعمیر نمودن شاهراه ترسونزاده تا برآمدگاه دهه چرتک، دوم و ترتیب درآوردن قبرستان دهه چرتک، پیش قبرستان را پنجره بندی کردن و در داخل آن گلهای آرایشی و چنارهای سبز شناندن، محکم نمودن اطراف ورزشگاه دهه چرتک یکی از ورزشگاه‌های کلانترین در جماعت دهات نوآباد به حساب می رود. این چهارم ساخته به استفاده دادن مکتب ابتدایی در دهه چرتک و ساختن مرکز سلامتی در مرکز دهه چرتک. از این لحاظ من خیلی که شما در نوارها دیده ایستاده هر یک سپارشی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و از طرف حکومت شهر ترسونزاده و جماعت نوآباد و محنتکشان تاجیکستان حواله داده می شود، ما حتما مردم را جمع کرده از مضمون و ماهیت این سپارش ها که تنها و تنها برای آبادانی و برای زیبا کردن هر یک کوچه و محل است میفهمونیم. مردم چرتکی مردم مهنت دوست و شاعر دوست و طبیعتا شاعر دوستند و فرهنگ هستند، حتما از پی آبادی این کارها میشوید. ساختمان مؤسسه تعلیمی ابتدایی نیز در دهه چرتک جماعت دهات نوآباد در همین شب روز با مرام ادامه دارد. استقامت کنندگان دهه مذکور پیوسته با پشتیبانی از سیاست خردمندانه رهبریت عالی کشور پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان چنین تازه‌کاری ها را به خاطر تعلیم و تدریس فرزندانشان که آینده آبادگر وطن محبوب خویش می‌گردند راه اندازی کردند. من ببینید در مکتب ابتدایی که از دهه چرتک بالا تا اینجا که اونجا 110 خواجگی است و باز زیاده 2 کیلومتر بالاتر آن به 74 خواجگی دیگر زمین نزدی حولگی داده شده است و این مؤسسه رقم 59 که در مرکز دهه چرتک جایگزین است مسافت قریب 4 کیلومتر را تشکیل می‌کند. از این لحاظ رهبریت جماعت نوآباد، رهبریت کمیته محلی دهه چرتک اتمام گرفت که برای مردم از تعلیم و تربیت دور نماندن و فراگیر شدن ما در همونجا مکتب ابتدایی را همین سال سر کردیم. سر کردگیمون 5 ماه شد. من ببینید کار چخیل با سرعت تام ادامه دارد و در تا سال نوی خانش انشالله پور را به استفاده داده می شود. شاهراه ترسونزاده چرتک پور را من تعمیر کرده شد. حاضر ماشین ها یکان مونیگی ندارند و رفت آمد آنها دوام دارند. ما وعده میدهیم که آن سپارش هایی که به ذمه مردم دهه چرتک از طرف جماعت نوآباد و حکومت شهر ترسونزاده و حکومت جمهوری تاجیکستان واگذار کرده شده است، کمر همت را مستحکم بسته همیشه از پی تازگی و آبادکاری هستیم. پیوسته مردم دهه چرتک جماعت دهات نوآباد شهر ترسونزاده ساختمان ورزشگاه، کاشانه حسن و حمامها را به نقشه گرفته بنیاد آن را تا عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به اتمام می‌رسانند. صاحبکاران وطنی، رئیسان محله ها، فعالان دهه چرتک پیوسته کوشش دارند که برای نسل‌های آینده چنین یک انشاءات مهم را ساخته به استفاده دهند. گفته می شود که چنین کارهای آبادانی از پایداری، صلح و ثبات کامل، وحدت ملی و سیاست خردمندانه و نیکبینانه سرور معظم کشور محترم امامعلی رحمان سرچشمه می‌گیرد.